شاید یکم شوکه کننده باشه، اما کلمه شوگر مامی یا شوگر ددی با خون گره خورده. مثل پرونده امروز، جایی که پسر 20 ساله قصه ما به خاطر شوگر مامی 47 سالش جنایتی رو مرتکب میشه که سرآخر همون شوگر مامی عزیزش اونو تحویل پلیس میده. بهتره با هم وارد این پرونده بشیم تا از جزئیات این جنایت هولناک آگاه بشیم. فقط قبل از شروع باید بگم که اگه به پرونده های جنایی علاقه دارید، کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. همه چیز برمیگرده به سه‌شنبه 21 آذر. مامورای کلانتری 109 بهارستان ساعت 1:10 شب از درگیری خونینی تو خیابون سپهسالار مطلع شدن و بعد از حضور تو محل درگیری از بیمارستان اون اطراف خبر اومد که جوان زخمی که تو درگیری اخیر زخمی شده بود تو بیمارستان فوت کرده. تو همون تحقیقات اولیه مشخص شد یکی از 2 نفری که تو صحنه قتل حضور داشت و به سرعت هم متواری شده از کسبه همون محل بوده و فروشنده عمده کفش زنون است. یه پسر جوون به اسم فریبرز و نفر دومم که همراهش بوده رفیقشه. با اطلاعات به دست اومده کمتر از 8 ساعت بعد از قتل، یعنی ساعت 6 صبح، فریبرز تو خونه خودش که نزدیک میدون جمهوری بود دستگیر شد. فریبرز بعد از هجوم پلیس به خونهش میفهمه ماجرا جدیه و یه طورایی شده. فریبرز وقتی خبردار میشه کسی که دیروز باهاش درگیر شدن کشته شده، تو همون بازجویی اولیه به کل ماجرا اینطور اعتراف کرد: ما قصد کشتن کسی رو نداشتیم. با دوستم سعید تو خیابون سپهسالار داشتیم قدم میزدیم که با اون مرحوم چش تو چش شدیم و حرفمون شد. اونم یه مشت محکم به من زد. همون لحظه سعید یه چاقو از جیبش در آورد و به مقتول حمله کرد. فقط یه چاقو بهش زد. بعدم 2 تایی فرار کردیم. بعد اظهارات فریبرز، مامورا دوربین‌های مداربسته مغازه‌های اطراف محل جرم رو چک کردن و تصاویر دوربین‌ها با صحبت‌های فریبرز رو تایید کردن. فریبرز چیزی جز خلاف واقع نگفته بود، اما کل ماجرا رو هم به پلیس نگفته بود، چون دوربینایی نشون میداد 2 تا زنم همراه سعید و فریبرز بودن و ظاهراً اصلا دعوا سر مطلق انداختن مقتول به اون 2 تا زن شروع شده. خیلی سریع مشخص شد پشت پرده این دعوا منجر به قتل همین 2 تا زن بودن. مادر مطلقه و دختر جوونی که در واقع اونجا حضور داشتن با فریبرز و سعید رابطه داشتن. برای فهمیدن بهتر این ماجرا اجازه بدید چند ماهی با هم به عقب برگردیم. یعنی جایی که سعید 24 ساله با یه زن 47 ساله به اسم مهین آشنا میشه. سعید هم اطراف خیابون جمهوری کار میکنه و فروشنده لباس زنون است. مهین مشتری مغازه‌ای بود که سعید توش کار میکرد و ازش خوشش میومد. اون 2 تا با هم رفیق شدن و سعید خیلی زود به خونه مهین راه پیدا میکنه. مهین مطلقه بود و با دخترش الناز 2 نفری زندگی میکردن. 1-2 ماهی از رابطه سعید و مهین میگذشت تا اینکه سعید ماجرا رو به فریبرز میگه و قرار میشه که فریبرز رو با الناز آشنا کنه. همینطورم میشه و فریبرز هم با الناز دختر 20 ساله مهین وارد رابطه میشه و دیگه تقریباً هر شب فریبرز و سعید از مغازه میرفتن خونه این مادر و دختر و شب اونجا به صبح میرسوندن. از اصل ماجرا دور نشیم، برگردیم به روز حادثه. اون روز غروب قرار بود که مهین و الناز برن خیابون سپهسالار واسه خرید و شب هم با سعید و فریبرز برگردن خونه. سعید از حدود ساعت 4 مغازه خودش رو ترک میکنه و میره پیش فریبرز و 2 تایی شروع میکنن به عرق خوردن. فریبرز توی عمده فروشی طبقه بالایی پاساژ کار میکرده. چون مشتری گذری نداشته و مغازه‌شون خلوت بوده، به راحتی میتونستن مشروب بخورن. عرق خوردنشون 2 ساعتی طول میکشه تا مهین و دخترش میرسن و 4 تایی رو میافتن تو خیابون سپهسالار. مهین و دخترش جلوتر میرفتن که ظاهراً شهرام 27 ساله که خودش جزو کسبه اونجا بود مزاحمشون میشه و سعید و فریبرز که مست بودن باهاش وارد مشاجره میشن. اما شهرام یه مش حواله صورت فریبرز میکنه و اونجاست که در واقع سعید چاقو میکشه و اولین ضربه به سینه مقتول میخوره. بقیه ماجرام که خودتون بهتر میدونید.
با اینکه فریبرز به همه ماجرا اعتراف کرده بود، اما هنوز خبری از سعید نبود و از اون روز به بعد خودش رو مخفی کرده بود و نه به مغازه رفته بود و نه به خونه. بر اساس شواهد موجود مسجل شده که سعید قاتله و چون هیچ خبری ازش نیست، پلیس مهین و الناز رو احضار میکنه و توجیه میکنه که تو دستگیری سعید کمکش کنن. همینطور هم میشه. مهین منتظر میمونه که سعید باش تماس بگیره و بعدم به سعید اطمینان میده که کسی که با چاقو زدتش زنده است، فقط زخمی شده. بعدم ازش میخواد شب بیاد خونهشون تا با هم فکری کنن و بتونن ازش رضایت بگیرن. سعید شب خودشو به خونه مهین میرسونه، اما پلیس آگاهی تو خونه مهین کمین کرده بود و به محض رسیدن سعید اونو بازداشت میکنن. سعید حتی در مواجهه اولیه با مامورای پلیس هم نمیدونسته که به اتهام قتل دستگیر شده و فکر میکرد به جرم دعوا و چاقو کشی دستگیر شده. سعید وقتی فهمید کسی که با چاقو زده کشته شده، به شدت زد زیر گریه و التماس کنان گفتش غلط کردم، به خدا نمیخواستم بکشمش، اصلا اون درگیری رو شروع کرد، خودش بود، کار خودش بود. در حالی که فقط چند روز از وقوع این قتل میگذره، سعید به اتهام قتل عمد بازداشت و راهی زندان شد و منتظر دادگاهه. خبرگزاری قوه قضاییه فردای بازداشت با سعید مصاحبه کرده و از دلایل قتل پرسید. سعید آدم معمولی بود که سر یک کلکل احمقانه و بچگانه اسم قاتل اومده بود روش و منتظر دادگاهیه که به احتمال زیاد بهش حکم قصاص میده. پرونده امروز رو با صحبت‌های سعید تو مصاحبه به آخر میرسونیم. سعید که هنوزم باور نداره قاتله میگه من فقط میخواستم اونو بترسونم. نمیدونی چقدر عذاب وجدان دارم و از وقتی که متوجه شدم قاتلم دارم دیوونه میشم. کاش بمیرم و به دادگاه نرسم. همه چی اتفاقی بود. مهین و الناز داشتن میرفتن که متوجه نگاه سنگین شهرام شدم و جر و بحثمون شروع شد و فریبرزم اومد جدامون کنه که مقتول با مشت زد تو صورت فریبرز. من همیشه یه چاقو همراهم دارم چون یه بار دیر وقتم مغازه میرفتم خونه، خفتم کردن و همه چیمو بردن. از اون موقع همیشه چاقو پیشمه. اون شبم نفهمیدم چی شد که چاقو رو در آوردم و طرفو زدم. خب بعدم فرار کردم. 2 روز بعد مهین زنگ زد و گفت که طرف زخمی شده و دیه میخواد. بیا با هم پول دیه رو جور کنیم. منم رفتم خونه مهین و گیر افتادم. الان نمیدونم آخرش چی میشه، اما میترسم از ترس حکم دادگاه. تو همین بازداشتگاه سکته کنم و بمیرم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودی. فقط قبل از پایان یادآور بشم که اگه به پرونده های جنایی علاقه دارید کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو درباره این ویدیو برای ما بنویسید. راستی تا یه ویدیوی دیگه مراقب خودتون باشید.